ماضی بعید یعنی چی؟ یه مثالی هم برام بزنید. چشای داداش، من دیروز به شما پول دادم. بعیده. آفرین، هم گذشته است هم بعیده. دهنتون رو ببندید لطفا. زدم زدی زد، بعدیش چی میشه؟ بعدش کلانتریه، چون یارو دیگه بگیره. ادامهش نده، دست درد نکنه. پدرم به من پول داد، چه فعلیه؟ فعل حرامه، چون اصلا امکان نداره. در جمله مجتبی خیلی قوی است، مجتبی فاعل یا مفعول؟ هیچی، مجتبی فقط یه خالی بنده. مجتبی قطعش کن. آقای بیوده خواهش کردم ازت. شاهنامه اثر کیست؟ استاد محمد رضا شاه، استاد ناصرالدین شاه قاجار، امیر کبیر شاه، بابا شاه. بفرما. چاکر آقا معلم چای آتیشی براتون بردم. هی اینم ولکن من نیست با سیبیل بیبیلش. برو بیرون آقا. یه شد میگم مصرع دومش شما بگین. یا ربی نوگل خندان که سپردی به منش، می سپارم به ننش واسه اخلاق انش. تام تبریزی به ابوالفضل عباس میزنم مغزت منفجر بشه. خب بذار یه کلاس سرخوردی تمامش کنم. خب